دو قرن سکوت، سرگذشت حوادث و اوضاع تاریخی ایران در 2 قرن اول اسلام، از حمله عرب تا ظهور دولت طاهریان. نوشته دکتر عبدالحسین زرینکوب. قسمت 17. موالی و بنی امیه. حکومت بنی امیه برای آزادگان و بزرگزادگان ایران قابل تحمل نبود، زیرا بنیاد آن را بر کوچک شماری عجم و برتری عرب نهاده بودند. طبقات پایین‌تر نیز به سختی می توانستند آن را تحمل بنمایند، زیرا آنها نه از خلیفه و عمال او نواختی و آسایشی دیده بودند و نه تعصبات دینی دیرینه را فراموش کرده بودند. عبث نیست که هر جا شورشی و آشوبی بر ضد دستگاه بنی امیه رخ میداد، ایرانی ها در آن دخالت داشتند. خشونت و قضاوت عرب نسبت به مغلوب شدگان بی اندازه بود. بنی امیه که عصبیت عربی را فراموش نکرده بودند، حکومت خود را بر اصل سیادت عرب نهاده بودند. عرب با خودپسندی کودکانه‌ای که در هر فاتحی هست، مسلمانان دیگر را موالی یا بندگان خیش می‌خواند. تحقیر و ناسزایی که در این نام ناروا وجود داشت، کافی بود که همواره ایرانیان را نسبت به عرب بدخواه و کینه‌توز نگه دارد. اما قیود و حدود جابرانه‌ای که بر آنها تحمیل می‌شد، این کینه و نفرت را موجه تر می‌کرد. بیداد و فشار دستگاه حکومت سخت مایه نگرانی و نارضایی مردم بود. نظام حکومت اشرافی بنی امیه آزادگان و نژادگان ایران را مانند بندگان درم خرید از تمام حقوق و شؤون مدنی و اجتماعی محروم می داشت و بدین گونه تحقیر و همه گونه جور و استبداد با نام موالی پیوسته بود. مولی نمی توانست به هیچ کار آبرومند بپردازد. حق نداشت سلاح بسازد و بر اسب بنشیند. اگر یک مولای نژادی ایرانی دختری از بیابان نشینان بینام و نشان عرب را به زن می کرد، یک سخنچین فتنه‌انگیز کافی بود که با تحریک و سعایت طلاق و فراق را بر زن و تازیانه و زندان را بر مرد تحمیل نماید. حکومت و قضاوت نیز همه جا مخصوص عرب بود و هیچ مولایی به این گونه مناصب و مقامات نمی رسید. حجاج ابن یوسف بر سعید ابن جبیر که از پارساترین و آگاه ترین مسلمانان عصر خود بود منت می نهاد که او را با آن که از موالیس چندی به قضاء کوفه گماشته است. نزد آنها اشتغال به مقامات و مناصب حکومت در خور موالی نبود، زیرا که با اصل سیادت فطری نژاد عرب منافات داشت. اما این ترتیب نمی توانست دوام داشته باشد، زیرا عرب برای کشورداری و جهانبانی به هیچ وجه ذوق و استعداد و تجربه کافی نداشت. برتری ایرانی ها. این نژاد برتر که میدان فکر و عمل او هرگز از جولانگاه اسبان و شترانش تجاوز نکرده بود، برای اداره کشورهای وسیعی که به دستش میافتاد نمی توانست به کلی
از موالی صرف نظر نماید. ناچار دیر یا زود برتری موالی را اذعان نمود. عبث نیست که خلیفه خودخواه مغرور بلند پرواز اموی مجبور شد این عبارت معروف را بگوید که از این ایرانی ها شگفت دارم، 1000 سال حکومت کردند و ساعتی به ما محتاج نبودند و ما 100 سال حکومت کردیم و لحظه ای از آنها بی نیاز نشدیم. اما به رغم کسانی که نمی توانستند این موالی را در رأس کارهای حکومت ببینند، دیری نگذشت که ایرانیان در قلمرو دین و علم جایگاه شایسته‌ای برای خود به دست آوردند. چنانکه در پایان دوره اموی بیشتر فقها، بیشتر قضات و حتی عده زیادی از عمال از موالی بودند. موالی بر همه شؤون حکومت استیلا داشتند. بدین گونه هوش و نبوغ موالی به تدریج کارها را قبضه کرد. اما عرب بدون کشمکش های شدید حاضر نشد به فزونی و برتری بندگان درم نخریده خویش تسلیم شود. در این کشمکش ها ایرانیان مجال یافتند که برتری معنوی و مادی خود را بر فاتحان تحمیل نمایند. آنها نه فقط به رغم افسانه سیادت عرب در زمینه امور اداری بر فاتحان خود برتری یافتند، بلکه در قلمرو جنگ و سیاست نیز تفوق خود را اثبات کردند. اما از همان بامداد اسلام ایرانی نفرت و کینه شدید خود را نسبت به دشمنان و باجستانان خود آشکار نمود. نه فقط یک ایرانی در سال 25 هجری عمر بن خطاب خلیفه دوم را با خنجر از پای درآورد، بلکه از آن پس نیز هر فتنه و آشوبی که در عالم اسلام رخ داد ایرانی ها در آن عامل عمده بودند. نفرت از عرب و نارضایتی از بدرفتاری و تعصب نژادی بنی امیه آنها را وادار می کرد که در نهضت ضد خلافت شرکت نمایند. چنانکه 20,000 تن از آنان که به نام همراء دیلم در کوفه میزیستند در سال 64 هجری دعوت مختار را که بر ضد بنی امیه قیام نمود اجابت کردند. در قیام مختار ایرانیان فرصتی مناسب جهت خروج بر بنی امیه و عربان یافتند. در آن زمان کوفه از مراکز عمده ایرانیان و شیعیان علی که با بنی امیه عداوت سخت داشتند محسوب می شد. این شهر مرکز خلافت علی بود و از این رو عده بسیاری از پیروان و هواخواهان او در این شهر مسکن گزیده بودند. عده‌ای از اساوره ایرانی نیز از بازمانده جند شنشه پس از شکست قادسیه در این شهر باقی بود. اینان دیلمی هایی بودند که در سپاه ایران خدمت می کردند و بعد از جنگ قادسیه اسلام آورده بودند و در کوفه جای داشتند. به علاوه کوفه در حدود هیره بنا شده بود و چنان که معلوم است این دیار از قدیم تحت حمایت پادشاهان ساسانی بود. خاطره قصر خرنق و ماجرای نعمان و منذر در دل ایرانیانی که در حدود کوفه میزیستند گرم و زنده بود. از این رو کوفه برای ایجاد یک کانون طغیان بر ضد تازیان جای مناسبی به نظر می رسید. چند سالی پس از فاجعه کربلا عده‌ای از شیعه کوفه به ریاست سلیمان ابن سرد خزائی و مسیب ابن نجیب فزاری
در جایی به نام عین الوعده به خونخواهی حسین ابن علی برخاستند و از تقصیری که در دیاری امام کرده بودند توبه کردند و خود را توابین نام نهادند، اما کاری از پیش نبردند و به دست عبیدالله ابن زیاد پراکنده و تباه شدند.